علاقه‌مندان به تدوین تریلر، موزیک ویدئوی فیلم و سریال ها گاهی اوقات براشون سوال پیش میاد که تدوینگری که این تریلر رو یا این موزیک ویدئو برای فیلم و سریال درست کرده چطور موسیقی متنی که در خود این فیلم و سریال بوده رو اومده حذف کرده و موسیقی که مناسب اون فضای تریلر هست و خودش انتخاب کرده رو اومده روی ویدئو گذاشته. امروز قرار راجع به همین موضوع صحبت می‌کنیم. سلام، من محسن هستم. داخل این کانال در مورد فیلم و سریال ها و مسائل مختلف تدوینشون صحبت میکنم و آموزش میدم. برای استفاده از تکنیک حذف موسیقی متن از روی فیلم، ابتدای کار لازمه که اون فرمتی که شما ویدیو رو دانلود میکنید رو بدونید. برای آشنایی بیشتر میبینید که اینجا یک سری فرمت های مختلفی برای دانلود قرار داده شده. حتما برای دانلود فیلم و سریال های خارجی، نسخه‌ای که دارین دانلود میکنید حتما به بخش صداش که این قسمت هستش دقت بکنید. فرمت صدای ویدئویی که دارین دانلود میکنید باید AAC 5.1ch باشه و این کار باعث میشه که چندین برابر حذف صدای موسیقی متن از روی فیلم برای شما خیلی راحت‌تر و آسان‌تر باشه. ببینید مدل دیگه هم داریم که AAC 2ch هستش. حالا فرق فرمت صدای AAC 5.1ch با AAC 2ch در چی هستش؟ من اومدم دو تا فیلم رو جدا کردم برای شما که یکیش فرمت صداش AAC 5.1 و یکیش هم فرمت صداش 2ch. این دو تا فایل رو وارد نرم افزار پریمیر میکنم و صبر میکنم که از قسمت پایین جفتشون رو لود کنه. اونو وارد تایملاین میکنم. خب فایل اولی که من وارد تایملاینم کردم برای فیلمیه که فرمت صداش 2ch هستش. فرمت صدای 2ch چیه؟ فرمت صدای 2ch رو برای اینکه متوجه شید میاد روی قسمت آدیو کلیپ میکسر کلیک میکنید و میبینید که دو تا کانال صدایی بیشتر وجود نداره که دو تا کانال صدایی یکی سمت چپ بشه و یکی سمت راست میشه. و خب در واقع یعنی که همه صداهایی که تو این فیلم وجود داره، موسیقی متن، دیالوگ ها، افکت‌های صوتی و هر چیزی که صداگذار استفاده کرده برای این فیلم کامپرس شده و فشرده شده و در دو تا لاین صدا فقط منتشر شده. حالا 5.1ch چیه؟ اگه دقت کنید من وقتی که این فایل رو وارد تایملاینم کردم، این گوشه رو نگاه کنید در قسمت نرم افزار پریمیر خودش شناسایی کرده که این باند صدا 5.1ch هستش و در واقع نگاه کنید قسمت آدیو کلیپ میکسر رو به جایی که دو تا باند صدا داشته باشم 6 تا باند صدا در واقع دارم. حالا این 6 تا باند صدا چیا هستن؟ ببینید معمولا 3 تا باند صدای پایانی یعنی 3 تا باند صدای انتهایی رو اگه در نظر بگیریم کاربرد عجیب غریب و چندانی نداره. مهمترینش این 3 تا باند صدای اولیه هستن. خب باند 1 و باند 2 مربوط میشه به موسیقی متن و استفاده از صداهای مختلفی که حالا ساوند افکتایی که استفاده شده برای خود این فیلم. بخش سوم چیه؟ بخش سوم مربوط میشه به بخش دیالوگ ها. حالا بریم ببینیم که کاربرد این 6 تا لاین صدایی در چیه. اول ما میریم که ببینیم که صدای دیفالت یا صدای خود اصلی خود این فیلم چیه و بعد میریم سراغ این که موسیقی متنش رو حذف بکنیم. Daggers, assume attack formation. Daggers set, proceeding to target. 2 minutes and 30 seconds in... خب چیکار کنیم که دیالوگ ها بمونه و موسیقی متن حذف بشه؟ جوابش خیلی راحته. لاین صدای سومی که مربوط میشه به لاین دیالوگ ها رو میبرم تا آخر بالا و باقی لاین ها رو میارم تا انتها پایین. در واقع اومدم چیکار کردم؟ اومدم صدای دیالوگو تا حد ممکن بردم بالا و دو تا لاین اولی که گفتم مربوط میشد به صدای موسیقی و صداهای ساوند افکت و باقی چیزایی که در فیلم استفاده شده آوردم پایین. این سه تا لاین آخری هم اونقدر تاثیر چندانی نداره، یعنی اگه این سه تا لاین آخری این وسط هم اگه باشن اتفاق چندانی برای صدا رخ نمیده. حالا بریم ببینیم که چه اتفاقی رخ داده. Dagger set, proceeding to target. 2 minutes and 30 seconds in 3, 2, 1, mark.
2 mark. 3 mark. 4 mark. دیدین که چقدر راحت اومدم موسیقی رو از رو فیلم حذف کردم و صدای دیالوگ ها و صداهای آمبیانسی که تو فیلم وجود داره فقط مونده. حالا من میرم یه موسیقی متناسب با فضای تریلر پیدا میکنم و وارد نرم افزار میکنم، فرض این موسیقی، و حالا به همین سادگی میام زیرش قرار میدم و امیدوارم که مشکل کپی رایت نخوریم. حالا من یکم میزان صداشو میارم پایین، مثلا از این بخشش. اوکی، حالا بریم جلو ببینیم چی شدش. Comanche 1-1 set. Picture clean. Recommend dagger continue. Copy. Dagger's descending below radar. من هیچ کاتی انجام ندادم ها، یعنی فقط صرفا اومدم موسیقی رو به این قسمت اضافه کردم که شما ببینید که به راحتی میتونید موسیقی متن حذف کنید و موسیقی دلخواهتون رو روش قرار بدید. البته من اومدم برای فیلم سینمایی تاپ گان مارویک یک موزیک ویدیویی درست کردم که شما میتونید از چنل دومم که لینکش این بالا هست این موزیک ویدیو رو تماشا کنید. فیلم فارسی هم داره، به راحتی میتونید این موزیک ویدیو رو تماشا کنید و ازش لذت ببرید. حتما کامنتمون بعد بذارین لطفا. خب امیدوارم که از این آموزش لذت برده باشید. امیدوارم که با این راهکاری که به شما یاد دادم برید کلی موزیک ویدیو، تریلر و ویدیو کوتاه از فیلم و سریال مختلف بسازید و کیفش رو ببرید. اگر این ویدیو رو دوست داشتید لایک کنید، کامنت فراموش نشه. حتما نظراتتون رو میخونم و از نظراتتون استفاده میکنم و در ویدیوهای آیندهم ازش استفاده میکنم. اگر دوستانی دارید که به فضای تریلر، موزیک ویدیو و دوستانی که تریلر و موزیک ویدیو بسازن ولی این تکنیک رو نمیدونن، این ویدیو رو براشون به اشتراک بذارید. اگر شما هم دوست دارید که ویدیو آینده ما از دست ندید، کانال من رو سابسکرایب کنید و اون زنگولش هم بزنید که ویدیو بعدی که برای شما میسازم هم نوتیفیکیشنش براتون بیاد. امیدوارم که همیشه سلامت باشید. امیدوارم که چشم و گوشتون به دنیا و جهان تدوین همیشه باز باشه و ازش استفاده کنید و ازش لذت ببرید. تا یک ویدیو دیگه و یه بررسی دیگه شما رو به خدا میسپارم. فعلا خدا نگهدار.